بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. به شما جز اذیت اندک هرگز زیان رسانیده نمی توانند. اگر با شما جنگ کنند به شما پشت می گردانند و سپس به ایشان هیچ کمکی نمی شود. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به هر جایی که یافته شوند خیمه خواری بر ایشان زده شده است مگر آنکه بر رشته حمایت خدا یا بر رشته حمایت مردم چنگ زنند و به خشم خدا بازگشته اند و بر ایشان خیمه بینوایی زده شده است. این سببی است که ایشان از آیات خدا انکار می‌ورزیدند و به ناحق پیامبران را می‌کشتند. این سبب آن است که عصیان کردند و از حد می‌گذشتند. لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون. همه ایشان یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی اند که به طرفداری حق ایستاده اند. ایشان آیات خدا را در آوان شب می‌خوانند و به خدای یکتا سجده می‌کنند.